ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمانی استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. گفتاری یکم. خانواده دهنشین. شهر توس در دره کشفرود در مابین دو سلسله کوه موازی قرار گرفته پس از نیشاپور دومین شهر کلان خراسان غربی بوده است. اقلیم ولایت را نفس هر دو کوه قله سفید و نسیم رودی پرآبی تیز جریان معتدل می دارند. آب و هوای مساعد در سراسر ولایت پرورنده زراعت و باغداری است. توس و روستاها، دهکده های اطراف آن همه خوشباد و هوا، سیردال و درختند. شهر هم نام قهرمانی مشهوری شاهنامه است. توسیان توسی پهلوان را بنیادگری شهرشان می دانستند. از روی روایت ها زمان آن پهلوان و لشکرکش به غضب شاه کیخسرو گرفتار شده گریخته به خراسان پناهیده در آن دیار به کنار کشفرود آن شهر را بنیاد کرده بوده است. توس را شهری شاعران و عارمان می نامیدند. در محفلها آواز شاعران بلند، در مسجد و مدرسه ها مناظره عالمان در اوج بود. شهر از پیوست دو شهرکی سمت شرقی و غربی به هم آمده بود. شهرکی سمت شرقی تابیران و غربی نوقان نام داشت. رزان نام یکی از دروازه های تابیران بود. زادگاه ابوالقاسم فردوسی دهه همسایه شاداب و باششگاهش دهه باژ بود. این دهه در پشت دروازه رزان بوده و باغستانش به آن دروازه می پیوسته است. آبا و اجداد شاعر نیز در باژ و شاداب زیستند. آنها دهقانان، ملکدارانی کلان بودند که در ایرانی پیش از اسلام طبقه حکمران حساب می یافت. اهل این طبقه آزادان نامیده می شد و اصیلزادگان به شمار می رفتند. در زمان حاکمیت عرب ها این طبقه از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود محروم گردید. اجداد شاعر و خود وی در این دوره از مقام توانگری فرآمده به ملکداران خرد تبدیل یافته بودند. پدر شاعر مولانا فخرالدین احمد مردی با فضل و دانش بوده، عملی از عملهای دیوان مالیات خراسان را به عهده داشته است. او برای علم آموختن پسرش کوشش بسیار می کرد. در سالهای نخستین شغل فردوسی به نظم شاهنامه چنین روایتی پیدا شده بود. گویا در آوان خردسالی شاعر پدرش به خواب می بیند که پسرش به بام برآمده و رو به طرف قبله کرده نعره می زد و در جواب نعره او از هر جانب آوازها شنیده می شدند. بامداد مولانا نزد معبر خوابگزاری مشهور شیخ نجیب الدین رفته خواب دیده‌اش را نقل می کند
و تعبیرش را می پرسد. شیخ کتابهایش را دیده خوابی او را چنین تعبیر می کند که آوازهایی شنیده شده آوازهی آیندهی پسری توست. این پسری تو سخنگویی می شود که آوازش به 4 رکن عالم می رسد و در همه اطراف و اکناف سخن او را به قبول استقبال می کنند. به همین طرز راویان داستان سرا شدن فردوسی را به سرنوشتی ازلی نسبت داده و مردمان را به این باور کنانده بودند. اما حقیقت این است که حسن ابوالقاسم در ایام تحصیلش به علم آموزی میل و رغبت عظیم ظاهر کرده دانشمندی ممتازی شده به وایه رسید. وی زبان پهلوی می دانست. زبان ادبی مادریش و عربی را به خوبی فرا گرفته بود. استعداد فطری او در گویندگی و شاعریش ظهور کردن گرفت. در سالهای طلبه مدرسه بودنش از خدای نامک باستانی، کتابی که بعداً پس از ترجمه شدن به فارسی نو شاهنامه نام گرفت، بعضی پارچه هایی برایش پسند آمده و شوق‌انگیز را نظم می کرد. در آن وقت که حکایت ما از آن سر می شود، ابوالقاسم فردوسی با همسرش فاطمه بانو، پسری 22 ساله اش هوشنگ و دخترچه 8 ساله اش منیژه در باژ به حولی میراثی خودشان میزیستند. پدر و مادری شاعر یک چند سال پیش وفات کرده بودند. حولی کلان، درون و بیروندار بود. در حولی بیرون سییس و دیگر خدمتگارانی درگاه اقامت داشتند و هم انبار و دیگر بناهای لازمه روزگار در وی بود. در باغ یک در خانه پیش ایواندار حجره کار شاعر واقع و پیش حجره گلزار بود. در گلزار صدبرگ های رنگارنگ، گل تاج خروس، ریحان، سبزسند، بنفشه و غیره رسته بودند. جویباری از کشفرود برآورده شده از نزدیک حولی فردوسی گذشته سوی شهر جاری می شد. شاخابی از آن جویبار به باغی او می در آمد و از آن برآمده به باغات همسایه ها می رفت. ابوالقاسم بعد از نماز بامداد از مسجد برگشته در حولی اهل خانواده و خدمتگارانش را مانند همیشه در جنب و جولی پگاهانی یافت. سییس در حولی بیرون نزد طویله 2 اسب را قشو می کرد. عبدالله دستیار 2 مادگاوی دوشایی و غناجنها را از دروازه برآورده به پاده می راند. در حولی درون روشنی کنیز در آشخانه سری دیگ و آتشدان اندرمان بود. منیژه در صوفه روی حولی یک دختر بچه و یک پسر بچه خردسال را شیر برنج ضیافت می کرد. آنها کودکانی روشن بودند. روشن پیشتر زنی یکی از برزگرانی ابوالقاسم بود. شوهرش بر وقت وفات کرده زنی جوانش را با 2 کودکش بیوه گذاشت. روشنی چقان و چابک دست اگرچه در خانه خودش میزیست، هر روز با کودکانش به حولی ابوالقاسم آمده از پگاه تا بیگاه خدمت روزگاری او را می کرد. خوراک خودش و کودکانش در خانواده شاعر بود. پوشاکشان را هم فاطمه بانو می داد. هوشنگ در کت پهلوی صوفه خوابیده بود.
پنجشنبه در مدرسه روزی تعطیل. روزهای تعطیل جوانک خواب دوست بعد از آن که فاطمه بانو او را سحر با دشواری بیدار می کرد، عادتا نماز بامداد را خوابالودانه با همراهی پدرش می خواند و باز به جایگهش در آمده کرپه را به بالایش کشیده تا از مسجد برگشتنی پدرش خواب می رفت. ابوالقاسم عادتا پس از نماز فرصتی به پرس و پاس و گفتگو با همدیهگیان اندرمان شده به خانه دیرتر می آمد. فاطمه با شنیدن شرفه پای شوهرش هوشنگ را خیزاند. کودکان از شیربرنج خوری فارغ شده در پایان صوفه با گربچه مله بازی می کردند. ابوالقاسم نزد آنها خم شده منیژه و آن هر دو کودک را یک یک بوسید. گردی دسترخوان جایگیر شدند. روشن در کاسه های چینی شیری گرم آورد. هر سیشان پاره های نان را ریزه کرده در کاسه شیر انداخته با چمچه های چوبینی سرخ رنگی منقش تناول می کردند. شاعر از درسخوانی پسرش پرسان شد. هوشنگ در مدرسه الهیات، صرف و نحو عربی و تفسیر در پیش مدرسانی که در حجره‌های شخصی خانگیشان درس می گفتند علم نجوم و حساب می آموخت. ابوالقاسم از دیگر طلبگانی باجی که شریک درسان هوشنگ بودند می شنید که پسرش بعضی روزها به درس حاضر نمی شود. ساعتهای درسخوانی را با جوره‌های عیاش خود صرف وقت خوشی می کند و جوره‌ها پنهانی شراب هم می نوشند. باید از همین سبب باشد که وی اکثر وقت به درسخانه تیار نشده می آید و به پرسش های مدرسان جواب داده نمی تواند. پدر به او گفت: هوشنگ، می شنوم که تو در شهر به خود رفیقان نو یافته ای و با آنها حریف بازی کرده وقتی گرانبهای تحصیلت را ضایع می کنی؟ جوان بی‌ضابطه شده پرسید: کی گفت؟ گفتند و من شنیدم، جواب داد پدرش. ابودلف گفتگیست. چی مگر از حریف بازی تو ابودلف هم خبر دارد؟ محمود خبر کشیدگیست. تیز شده به سؤال جواب نداده گفت هوشنگ: من دهان آن خبرکش را خاک پر می کنم. ولی تو به پرسش من پاسخ ندادی، با لحنی تندتر گفت فردوسی. هر کس گفته باشد دروغ گفته است. من حریف بازی نکردم. دروغ را تو میگویی هوشنگ. تو الان از ابودلف و محمود به خبرکشی گمانبر شدی، ولی اگر چیزی نباشد آنها از این چیز خبر میکشند. هرچند که تو به پرسش من پاسخ ندادی، با گمانبر شدنت از ابودلف و محمود به گناهت اقرار کردی. اکنون بگو رفیقان نوت، حریفانت کیستند؟ شما آنها را نمیشناسید. بگو کی هایند؟ سخت گرانه سخن پسرش را برید پدر. هوشنگ ناچار 2 نفر را نام گرفت که از طلبگان مدرسه های دیگر و از عائله های سوداگران بودند. راست بگو، خلق و اطوار آنها چگونه است؟ خوش اخلاقند؟ عیاش نیستند؟ می نمی نوشند؟ باز سؤال ها داد ابوالقاسم. هوشنگ به او چشم بالا نکرده سخن را کنده کنده
بجای جواب سؤالها چیزی دیگری گفت. فقط 2 دفعه حریفانه کردیم. سعید شراب آورد. به درس حاضر شده نتوانستم. سپس او ناگهان با قهر و ستیز: خب چی شده است؟ آسمان به زمین فرو غلطید مگر؟ این عتاب و استنطاق برای چیست؟ چرا مرا شکنجه می کنید؟ من خود می دانم چی باید کرد و چی نباید کرد. گویان برخاست و به خانه در آمده غیب زد. چهره ابوالقاسم خیره گشت. از وی آزرده نشو. شوهرش را تسلی دادنی شد فاطمه. من خود با وی گفتگو می کنم. وی گاه ها همین طور قهر می کند، می ستیزد و باز زود به خود می آید. پشیمان می شود. ذاتاً او بچه‌ای بدی نیست، تو را دوست می دارد. آخر جوان است، خام است، پخته می شود. من می دانم. قهرش را فرو نشانده گفت ابوالقاسم. وی از تو زود پول می پرسد و تو می دهی. دیدی پول را او به کجا صرف می کند؟ وی برخاسته غرغر کنان به باغ به حجره خود روان شد. شبی ایجاد. در خلوت حجره درونی باغ سخن آفریده می شود. نثری خشک و بیرنگی داستانها به نظمی تری رنگین تبدیل می یابد. داستانها مثل درختی که از زمستان برآمده در بهاران اندامی برهنه‌اش را با شاخ و برگی سبز می پوشاند و گلفشان می شود، به زیوری شیر آراسته می گردد. سلسله داستانها از قعری تاریکی عصرها سر زده، از یاد به یاد، از اولاد به اولاد گذشته تا به زمانی شاعر رسیده است. شاعر به آن سلسله شده های در و گوهری سخن همایل می سازد. مجمع داستانها شاهنامه منصور، کتابی قفسی دراز رویه، دیگر کتاب‌های تاریخی، اخبارها، واقع‌نامه‌ها به فارسی و عربی بروی میزی تحریری شاعر در تاقچه‌های حجره خوابیده‌اند و چندین سال این جانب پوشیده نمی‌شوند. در ورق‌های نظمی متنتنی رزمی شاعر، شاهان و جهان پهلوانانی باستانی عجم زنده گردیده کارنامه‌های عجایبشان را به شاعر نقل می کنند. تپاتپی سومی اسپان جنگی، شیهی رعداسای آنها، هیاهوی رزماوران، چکاچکی شمشیرهای خونریز، بانگی بهمنگیزی طبل و دهل‌ها، نعره‌ای فلک پیچی کرنی‌ها مدام در گوش شاعر طنین اندازند. در فراغ جنگ و نبردها خردمندان و دانشورانی باستانی هم به میهمانی او می آیند، مصاحبش می شوند،
پند و حکمت‌هایشان را بیان می‌سازند. باز روی میزی پستی وسیع دفتری باریک و درازی خوابیده است. صحیفه های دفتر پر از خطی میده نیمکور، قیدهای خاطراتی شاعرند از مطالعه اخبار و آثار فارسی، عربی، پهلوی و هم روایت و افسانه ها که داستان سرایی پرحوصله در شهرهای ایران و توران گشته آنها را از نقل راویانی زنده نوشته گرفته است. در سکوتی شبانگاهی وی بدمی دریچه حجره نشسته در روشنایی شمع قلم میراند. از بیرون چیرراسی چرچرک ها و شواسی کشفرود به گوش میرسد. شاعر گاه گاه نای قلمش را گذاشته یک دست بریش و به دستی دیگر تسبیح زردی یاقوتی از دریچه به باغی تاریک به ستاره زاری آسمان و هلالی ماه نظر دوخته فرصتی غرق فکر می شود و باز دست به قلم می برد. به نظم گردانیدن قصه پسران فریدون بسیار دراز کشید. شاعر این قصه غمانگیز را یک چند سال پیش شروع کرده ولی به آخر نرسانده به نظم داستانهای دیگر مشغول شده بود. وی گاه گاه همین طور می کرد. اگر در نوشتن داستانی دشواری، سکته، ناروانی پیش آید و کارش پیش نرود، آن را به وقتی دیگر گذاشته داستانی نوی را به دست می گرفت. اینک وی از نو به قصه ایرج و سلم و تور برگشته بود. آن را یک ماه باز می نویسد و اکنون به فاجعه کشته شدن قهرمان رسیده است. ایرجی صاف دل، نکوکار، خیراندیش آنقدر به دل شاعر نشسته و آنقدر برایش عزیز گشته است که وی از کشته شدن او به دهشت می آید، مثل این که خون فرزند خودش را می ریخته باشند. وی در رفت انشای داستانها به قهرمانانش دلبسته می گردید. آخر آنها مدتهای دراز همدم و همنشینش، یارانی شبهای بیدار خوابیش بودند. به او راز می گفتند ایرج نیز این چنین. سخنانی که قهرمان در اثنای تیغ کشیدنی برادری بدکینش باید به وی بگوید، در تفکر شاعر کیها تیار و حتی قریب منظوم شدند. اما وی در نوشتن آنها درنگ می کند، گویا به آوردن آن سطرهای دهشت انگیز بر روی کاغذ دل نمی کند. نهایت ایرج به تور گفت: بخونی برادر چی بندی کمر، چی سوزی دلی پیر گشته پدر، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. این سخنان ندای دل خود شاعرند. با این وی گویا میخواست دستی تور را از فرود آوردنی تیغی برافراشته به سر و گردنی ایرج باز دارد، ولی دستی قاتلی سنگدیل
باز داشتن نشد. بدان تیغی زهراب گون خنجرش، همی کرد چاک آن کیانی برش. قلم از دستی شاعر افتاد، وی برخاسته بیرون برآمد. تابی ستاره ها و فروغی داسی باریکی ماه از بین انبوهی شاخه های درختان به زور گذر کرده گلبته و شکوفه های دوبری پیره را خیره خیره به چشم نمودار می سازند. سپس او به حجره برگشت. سری بریده و تنی به خون آغشته ایرجی نوجوان از دیده خیالش دور نمی شوند. شاعر بدیل از دنیای دون شکوه می کند که کارش همیشه چنین است. آدمی را اول می پرورد، پس آن می فریبد و می کوشد. او باز پسی خان تخته نشسته قلم برگرفت و قصه را با گیله‌ای پرحسرتی از جهانی جفاکار به پایان آورد. جهانا بی‌پروردیش در کنار، از آن پس ندادی به جان زینهار. نهانی ندانم تو را دوست کیست، بر آن آشکارت بباید گریست. شما گفتار یکم را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.